امروز تمام جامعه جهانی را ویروس کووید 19 تشویش می‌دهد. تا به امروز در 205 دولت دنیا این ویروس مرگاور به قید گرفته شده است. از روی حساب سازمان عمومی جهانی تندرستی در دنیا بیش از 1.4 میلیون نفر به کرونا ویروس گرفتار شدند که از این شماره زیاده از 82,000 نفر وفات کرده، بیش از 302,000 کس شفا یافتند و زیاده از 47,000 تن دیگر در حالت وزنین قرار دارند. به 10 گونه کشورهایی که در آنها تعداد زیادی گرفتاران کرونا ویروس به قید گرفته شده است: ایالات متحده آمریکا 400,540 نفر، اسپانیا 141,942 نفر، ایتالیا 135,586 نفر، فرانسه 109,069 نفر، گرمانیا 107,663 نفر، چین 81,802 نفر، ایران 62,589 نفر، بریتانیا کبیر 55,242 نفر، ترکیه 34,109 نفر و شویتزر 22,253 نفر داخل می شوند. یک چیز را باید دانست که طبیب هر انسان خودی اوست. از این رو عملهایی که برخلاف عملکرد توصیه طبیبان است، احتمال گرفتار شدن به این بیماری را زیاد می نماید. تا امروز میان دولت‌های آسیای مرکزی و اتحاد دولت‌های مستقل تنها در جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان یگان حالت سرایتی کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. ما باید شکرانه استقلال و آزادی، شکرانه آب‌های مصفای کشور بهشت‌آسا و شکرانه چنین وطن آباد و زیبا را کنیم که در آن به سر میبریم. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای سالمی جامعه و پیشگیری از هر گونه ویروس‌ها چاره‌های ضروری راه اندازی گردیده است و در حالت به قید گرفتن شخصانی به این ویروس گرفتار شده، حکومت مملکت آماده است که سری وقت این نفران را به طبابت فرا گیرد. چنانه که میگویند علاج واقعه پیش از وقوع. به این مطلب ساکنان کشور را ضرور است که از توصیه طبیبان استفاده نمایند تا به این ویروس سرایتی گرفتار نگردند.